سلام، خیلی خوش اومدید به یه اپیزود جدید از سه خطی. امروز اینجا توی این اپیزود میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا از دلقک‌ها میترسیم. بی مقدمه میریم سراغ خوندن چیزای جدید. با من همراه باشید تا در انتهای ویدیو بفهمیم که چرا از دلقک‌ها میترسیم. ترس از دلقک‌ها یا به قول روانشناسا کلروفوبیا. شاید با شنیدن کلمه دلقک اولین چیزی که به ذهنت میرسه خنده، شادی و سیرک باشه. اما برای بعضیا دلقک نماد وحشت و اضطرابه. چرا یه شخصیت که قرار ما رو بخندونه گاهی اوقات باعث میشه قلبمون از ترس تند بزنه. امروز توی این برنامه میخوام به ریشه‌های این ترس عجیب و غریب بپردازم. از تاریخ دلقک‌ها گرفته تا دلایل روانشناختی و فرهنگی که باعث میشه بعضیا با دیدن دلقک بخوان فرار کنن. برای فهمیدن اینکه چرا دلقک‌ها گاهی ترسناک به نظر میرسن، اول باید کمی به عقب برگردیم و ببینیم که این شخصیت‌ها از کجا اومدن. دلقک‌ها یا همون پیروها قرن‌هاست که توی فرهنگ‌های مختلف وجود دارن. توی فرهنگ‌های باستانی مثل مصر باستان یا تمدن‌های بومی آمریکا، شخصیت‌های شبیه دلقک‌ها بودن که با شوخی و طنز مردم رو سرگرم می‌کردند و گاهی هم نقش‌های آیینی داشتن. اما دلقک‌هایی که ما امروز میشناسیم بیشتر از تئاترهای کمدی ایتالیا توی قرن 16 یعنی کمدیا دل‌آرته ریشه گرفتن. توی این تئاترها شخصیت‌هایی مثل هارلیکین با لباسای رنگارنگ و رفتارهای عجیب تماشاگرها رو می‌خندوندن. این دلقک‌ها با صورت‌های سفید، بینی‌های قرمز بزرگ و لباس‌های گشاد تبدیل به نماد شادی و سرگرمی شدن. اما نکته جالب اینجاست که حتی توی اون زمانم دلقک‌ها همیشه فقط خنده‌دار نبودن. اونا گاهی با شوخی‌های تاریک یا رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی حس عجیبی توی مخاطب ایجاد می‌کردن. انگار همیشه یه لایه مرموز زیر اون خنده بلندشون وجود داشت. حالا بیاین کمی جلوتر و ببینیم چی شد که این شخصیت‌های شاد برای بعضیا به کابوس تبدیل شدن. کلروفوبیا که از کلمه یونانی کلوبروس به معنی دلقک و فوبوس به معنی ترس گرفته شده، یه نوع فوبیای خاصه. فوبیا یعنی ترس غیر منطقی و شدید از چیزی که معمولاً خطر واقعی نداره. افرادی که کلروفوبیا دارن ممکنه با دیدن یه دلقک حتی توی مهمونی کودکانه دچار اضطراب شدید، تپش قلب، تعریق، لرزش یا حتی حمله پنیک بشن. برای این افراد دلقک‌ها اصلاً خنده‌دار نیستن. اونا یه تهدید واقعی به نظر میرسن. جالبه که بدونید کلروفوبیا خیلی هم نادر نیست. طبق برخی مطالعات حدود 7 تا 12% از مردم به خصوص توی کشورهای غربی حداقل یه بار توی زندگیشون از دلقک‌ها احساس ترس کردن. این ترس معمولاً توی کودکی شروع میشه، اما گاهی تا بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه. حالا سوال اینه، چرا یه شخصیت که قرار مایه شادی باشه اینقدر ترسناک به نظر میرسه؟ بیایید به دلایل روانشناختی این موضوع هم نگاهی بندازیم. یکی از مهمترین دلایلی که دلقک‌ها میتونن ترسناک باشن به چیزی برمیگرده که روانشناسا به اون اثر دره وهمی میگن. این اثر میگه وقتی چیزی خیلی شبیه انسانه اما کاملا انسان نیست، مغز ما احساس عجیبی پیدا میکنه. دلقک‌ها دقیقاً توی این موقعیت قرار دارن. اونا با صورت‌های رنگ شده، بینی‌های مصنوعی و لبخندهای اغراق شده شبیه انسانن، اما چیزی در ظاهر غلط به نظر میرسه. این تضاد باعث میشه مغز ما هشدار بده که این موجود امن نیست. یه دلیل دیگه که ناتوانی ما توی خوندن احساسات واقعی دلقک‌هاست. صورت یه دلقک با آرایش ضخیم و لبخند دائمی مثل یه ماسک عمل میکنه. ما نمیتونیم ببینیم که واقعاً خوشحال، عصبانی یا شاید نقشه شومی توی سرش داره. این ابهام برای مغز ما که عادت داره از چهره دیگران احساساتشون رو بخونه بسیار نگران کننده است. علاوه بر این دلقک‌ها اغلب رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی دارن. اونا ممکنه ناگهان فریاد بزنن، شوخی عجیب بکنن یا حرکت غیر منتظره‌ای انجام بدن. این غیر قابل پیش بینی بودن به خصوص برای بچه‌هایی که هنوز دنیا رو خوب نمیشناسن میتونه حس خطر ایجاد کنه. حالا بیاید از یه جنبه دیگه هم بهش نگاه کنیم. اگه از شما بپرسم که اولین دلقک ترسناکی که به ذهنتون میرسه کیه، احتمالاً خیلیاتون میگید پنیوایز. در واقع پنیوایز دلقکی بود که توی فیلم و سریال‌ها ظاهر شد و یکی از نمادهای معروف ترس از دلقک‌هاست. اما پنیوایز تنها نیست. توی فرهنگ عامه دلقک‌ها بارها به عنوان شخصیت‌های شرور به تصویر کشیده شدن، مثل جوکر توی سری فیلم‌های بتمن یا دلقک‌های ترسناک توی سری فیلم‌های خانه هزار جسد. این تصاویر باعث شد که توی ذهن ما دلقک به جای شادی با خطر و وحشت مرتبط بشه. رسانه‌ها و فقط داستان‌های خیالی نیستن که روی ما تاثیر میذارن. توی دنیای واقعی هم اتفاقی بوده که ترس از دلقک‌ها رو تقویت کرده. مثلا سال 2016 موجی از گزارش‌ها درباره دلقک‌های ترسناک توی آمریکا و اروپا منتشر شد. مردم ادعا می‌کردند که دلقک‌هایی با ظاهر ترسناک توی خیابونا ظاهر می‌شدن
و بچه‌ها یا حتی بزرگسالا رو میترسوندن. هرچند خیلی از این گزارش‌ها شاید شوخی بودن، اما این موج باعث شد که دلقک‌ها توی ذهن مردم به چیز تهدیدآمیزی تبدیل بشن. فرهنگ هم نقش بزرگی بازی میکرد. توی بعضی فرهنگ‌ها مثل فرهنگ ژاپن، ماسک و صورت‌های آرایش شده گاهی با ارواح و موجودات ماورایی مرتبطن. این موضوع باعث میشه که دلقک برای بعضیا یادآور چیزای ترسناکی باشه. حالا بیاید کمی به دنیای واقعی برگردیم و ببینیم که این ترس توی زندگی مردم چه تأثیری داشته. تصور کنید یه بچه کوچیک هستید و توی جشن تولد یه دلقک با صورت سفید و لبخندی بزرگ ناگهان به سمت شما میاد و میخواد شما رو بغل کنه. برای خیلی از بچه‌ها این لحظه اصلاً شاد نیست، ترسناکه. خیلی از کسایی که کلروفوبیا دارن میگن که ترسشون از یه تجربه واقعی توی کودکی شروع شده. شاید یه دلقک توی سیرک بیش از حد به اونا نزدیک شده، یا شاید یه شوخی دلقک اونا رو ترسونده. این ترس فقط برای بچه‌ها نیست. بزرگسالایی هم هستن که نمیتونن به سیرک برن یا حتی یه فیلم با دلقک رو تماشا کنن. برای این افراد کلروفوبیا یا ترس از دلقک میتونه زندگی روزمره رو مختل کنه. مثلا ممکنه از رفتن به یه پارک تفریحی که دلقک داره خودداری کنن، یا حتی از دیدن یه پوستر تبلیغاتی با تصویر دلقک مضطرب به نظر بیان. خوشبختانه مثل هر فوبیای دیگه‌ای کلروفوبیا هم قابل درمانه. روش‌هایی مثل درمان شناختی رفتاری CBT یا مواجهه درمانی میتونه به افراد کمک کنه که کم کم با ترسشون روبرو بشن. مثلا توی مواجهه درمانی فرد ممکنه اول فقط عکس یه دلقک رو ببینه، بعد یه فیلم ازش ببینه و در نهایت شاید بتونه یه دلقک واقعی رو از یه فاصله امن تماشا کنه. این فرایند آروم آروم به مغز یاد میده که دلقک‌ها خطر واقعی نیستن. حالا که این همه درباره ترس از دلقک‌ها صحبت کردیم، شاید بد نباشه یادمون بیاد که دلقک‌ها هنوزم برای خیلی از ماها نماد شادی و خندن. توی سیرک‌ها، مهمونی‌ها، حتی بیمارستان‌ها دلقک‌هایی هستن که با محبت و شوخی لبخند به لب مردم میارن. جایی که دلقک‌ها به بیمارا کمک میکنن که احساس بهتری داشته باشن. نشون میده که این شخصیت‌ها هنوز هم میتونن جادوی شادی رو زنده کنن. اما شاید وقتش رسیده که کمی درباره طراحی دلقک‌ها تجدید نظر کنیم. مثلا آرایش کمتر، لبخند طبیعی‌تر یا رفتارهای آرومتر میتونه به کاهش ترس کمک کنه. توی دنیای امروز که تصاویر ترسناک به راحتی توی دسترس همه قرار داره، شاید دلقک‌ها نیاز دارن کمی مدرن‌تر دیده بشن تا دوباره فقط نماد شادی باشن. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. بابت صدایی که سرما خورده است عذرخواهی میکنم، ولی دوست داشتم که حتما این ویدیو رو براتون ضبط کنم. حتما نظرتون رو واسم کامنت کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.